اما مورد افطار، سنت در افطار چی است؟ سنت در افطار این شتاب کردن در افطار است. سنت در افطار این شتاب کردن بر افطار است و دلیل آن حدیث رسول صلی الله علیه و سلم است: لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر. هنوز هم مردم در خیر هستند، مردم همیشه در خیر هستند تا وقتی که افطار را به تأخیر نه اندازند. هنوز هم مردم در خیر نیکویی هستند که افطار را به تأخیر نه اندازند، روزه کشی را به تأخیر نه اندازند. روایت بخاری و مسلم. پس وقتی شرعی افطار کی است؟ افطار کردن، روزش کردن. وقتی شرعی افطار روزش کردن این هنگامی که آفتاب می‌نشیند، غروب می‌کند، در پشت کوه آفتاب نشست، کاملا پنهان شد، دیگر اون آفتاب را چیزی از اون آفتاب را نمی‌بینی. این هنگام است که انسان روزش را می‌کشد. و همچنین از ابن ابو اوفا رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: اذا غابت الشمس منها هنا، گفتند هنگامی که آفتاب از این طرف غروب کرد، و جاء لیل منها هنا، و شب از اینجا از آن طرف آمد، فقط افطر الصائم، پس روزدار افطار کند. گفتند صلی الله علیه و سلم در روایت بخاری و مسلم. یعنی از این احادیث برمیاد که مجرد نشستن آفتاب، اگر روز هم روشن هم باشه، سوال میشه که روز روشن است و آفتاب نشند، روزه رو بکشو، دیگه چی رو منتظر هستی؟ روزه رو بکشو و ثواب رو از دست مده. پس روزداری که در صحرا قرار دارد، بیرون از شهر قرار دارد، باید از اذان رادیو یا که مسجد پیگیری نماید. نه، این واجب نیست، یکم تا این لازم نیست. مجرد نشستن آفتاب که آفتاب نشست، دیگر نه اذان رادیو لازم است، نه تقویم لازم است، نه اذان مسجد لازم است. آفتاب نشست، اگرچند که روز رو روشن هم دیدی، مجرد آفتاب نشسته است، تو روزه رو بکشو و ثواب رو بگیر. و دلیل این حکم چی است؟ اگر سوال شد دلیل این چی است؟ حدیث بالا که ما ذکر نمودیم، حدیث ابن ابو اوفا، قصه او که با رسول الله صلی الله علیه و سلم در سفر بوده میگوید و او در روزه بود، روزدار بودند. وقتی که آفتاب غروب کرد نشست، بعضی از قوم گفتند ای فلان، ای فلان، رو همون آرد که سویق میگن آمیخته شده است با روغن، با بعضی از چیزهای دیگر، گفتند آن رو رفته بیاورید، برای ما آماده کن. گفتند و گفت ای رسول الله، وقتی که رسول الله بر آن امر کرد که این رو آماده کن بیار، بعضی از مردم گفتند که ای رسول الله، کاش اندک شام میشد، کمی دیگر تاریک میشد. چون یک بعضی از مردم هستند که آفتاب نشست میگه خیلی کمی دیگر تاریک شد، روز بر وقت از گفته. همین گونه صحابگان همین گونه سوال کردن از رسول الله و رسول الله گفتند رو برای ما آماده کن. گفتند باز گفت ای رسول الله، شاید کمی دیگر منتظر شویم که شام شود، تاریک تر شود. و رسول الله بار سوم گفتند رو آماده کن، اطاعت کن، آماده کن. پس آن رو آماده کرد و رسول الله صلی الله علیه و آن را گرفتن نوشیدن. مضمون حدیث. پس مجرد که آفتاب نشست روزه شکایده می شود. اینجا مسئله می شود که اگر هنگامی که آفتاب می نشیند و آفتاب کاملا نشسته است، همین گردی آفتاب دیگر دیده نمی شود، ولی که در یک شفقی است، یک رنگ زردی هست در پشت کوه دیده می شود، این هنگام هم روزه رو بکشیم. بله، این هنگام هم روزه شکایده می شود. این شفق، این رنگ سرخ که زردی است و یگام ضرر، یگام کمبودی بر روزه شکایده تو ندارد، یگام مخالفتی نمی نماید. مجرد که خود آفتاب که همون گرد شکل است همون نشست، خلاص روزه شکایده می شود. و کسی که پیش از غروب آفتاب با خطای مؤذن یا گمان کردن که وقتی افطار رسیده است خورد، حکمش چیست؟ روزش درست است، روزش درست میگردد و برای قضایی نیست. مؤذن خطا کرد، از آن بر وقت گفت، یا اینکه گمان برد که تاریک شده است، شام شده است، روزش را خورد، روزش صحیح است و در روزش یگام خلل هم نیست. چون الله میفرماید که لیس علیکم جناح فیما اخطأتم به، در آنچه که شما خطا کردید برای شما هیچ گناهی نیست. ولیکن ما تعمدت قلوبکم، ولی اگر قلب شما اگر قصد این کار انجام داد برای شما گناه است. و کان الله غفور رحیم، الله غفور رحیم است. اگر این واقعه شد، برای تو واقعه روز رو شرط است، لازم است که تو روزه بداری. با گناه کسی، با خطای کسی، یا که با گمان این که وقتی روزش کویدن فرا رسیده است، یا که سحرخوری وقت داری که در آن خطا کردی، گناهی بر شما نیست. الله میفرماید در حالی که اشتباه کردید، ولیکن گناه در آن حالت است که دلهایتون قصد کند. اما اگر برایت معلوم شد که آفتاب هنوز غروب نکرده است، باید در حال از خوردن و نوشیدن باز بداری خود را. و بعضی از مردم میگویند که در معنای این قول الله سبحانه و تعالی که ثم اتموا الصيام الى الليل، سپس روزه را تا شب به اتمام برسانید، معنیش آن است که روزدار باید بعضی وقت از شب رو هم روزه باشد، نه فوراً پیش از نشستن آفتاب. پاسخ این چی است؟ چون در قول الله سبحانه و تعالی ثم اتموا الصيام الى الليل، سپس روزه را تا شب
گفتن به ایتون برسونید، گفتن معنای در اینجا که تا شب به ایتون برسونید، بعضی از مردم گونه میبرن که در اینجا الله میگه تا شب، یعنی که آفتاب نشسته ما در روزانه نشکویم، بلکه منتظر بشیم که شب شود، در حالی که مجرد نشستن آفتاب این خودش شب داخل میشود از بیگاه. حتی برخی از علما از بعد عصر گفتن که بیگاهی میگن که بعد عصر. در اینجا لفظ الی ثم اتم الصيام الی اللیل تا شب، تا در اینجا به معنی به حد تا رسیدن شب دارد، یعنی که هنگامی که تا رسیدن شب، نه اینکه شب رسید تا نزدیکی شب، یعنی این در شب داخل نمیشود تا شب. پس معیار انمی اعتماد و اعتبار انمی شرعی است و همچنین از فعل رسول صلی الله علیه و گفتار رسول صلی الله علیه و سلم در حکم ها اعتبار به شریعت است، بر فعل پیامبر و با فعل صحابگان کرام است، نه گمان، نه تفسیرهای باطل و بی اساس. بارک الله فیکم. و بعضی از مردم هست که نهی کردن، من مردم رو از افطار کردن پیش از وقتش، هنگام وقتش من کردن بعضی از مردم. این درست نیست، این مخالفت می‌نماید فعل رسول صلی الله علیه و سلم رو و قول پیامبر صلی الله علیه و سلم رو. اما کسی که پیش از وقت اگر افطار کرد برای وعید است، تهدید است. و رسول الله در خواب دیدن گروهی که از پایه‌هایشان آویزان بودند و از دهانشان چاک کرده شده بودند و خون جاری میشد. گفت اینها کیها هستند؟ و گفتند اینها کسانی هستند که پیش از نشستن آفتاب، پیش از حلال شدن وقت افطار روزهشون را میخوردند، روزهشون را میشکستند. در صحیح ابن خزیمه. برای تأخیر ویم برای انسان ضرر دارد و بر وقت شدن ویم برای انسان پیش از نشستن آفتاب باشه ضرر دارد. اما کسی اگر شک نماید، کسی اگر شک کند که پیش از وقت افطار کرده است، چی است حکمش؟ در این حالت این شک رو باید با یقین تبدیل داد. اگر شک کردی او رو با یقین تبدیل میدهی، که یقین تو غالبیت نماید. اما کسی که شک کرد که پیش از مغرب افطار کرده است و دلیلی ندارد که آن را با یقین استوار بسازد، در این حالت برای وای چیزی نیست. اما اگر انسان در شک و تردید اگر افتاد که شام رسیده است یا که شام نرسیده است، در این حالت انا همین شک رو به یقین باید تبدیل بدهد، یعنی خود رو باز بدارد از خوردن، این رو به یقین تبدیل بدهد، سپس روزه‌اش رو بکشاید. شام رسیده است، یعنی که آفتاب نشسته، که آفتاب نشسته، در این حالت باید انسان سراسیمه نشود. آیا در تأخیر انداختن افطار رو دیر کردن و دیر انداختن، آیا در این مخالفتی هدایت پیامبر صلی الله علیه و هست یا نه؟ بله. اگر به عذر باشد، انسان بدون عذر اگر که وقتی شام رسیده است، آفتاب نشسته است، این رو به تأخیر انداخت، بله این هدایت پیامبر صلی الله علیه و آله رو مخالفت نموده است. در این مورد از سهل ابن سعد رضی الله عنه روایت است که پیامبر الله صلی الله علیه و آله فرمودند که امتی من بر سنت من میمانند. خب گوش بدهید. لا یزال امتی علی السنت، هنوز هم امتی من بر سنت من میماند، ما لم تنتظر بفطرها النجوم. هنوز هم همیشه امتی من بر سنت من میماند در مورد افطار کردن است. امتی من بر سنت من میماند تا وقتی که انتظار ستاره ها رو برای افطار نکشند. کنی ستاره در آسمان دیده شد، اگر ستاره دیده شد دیگه تاریک میشود، شب شده است. ما گفتیم که نشستن آفتاب است در اینجا. انتظار ستارگان یعنی تأخیر کردن افطار تا تاریک شدن آسمان و پیدا شدن استراگان میگه که این مخالفت مینامد، این هدیه پیامبر صلی الله علیه و آله رو. برای همین امت من در خیر هستن مدام که گفتن که افطار رو بر وقت مینامند در حدیث گفتن، پس این کارشون بر خلاف سنت قرار میگیرد و بر یهود مانند میشود، بر نصارا همچنین. اما کسی که افطار کردن و برای دیر رسیدن خوراک یا که خوراک آماده نبودن با تأخیر انداخت چی میشود؟ برای او هیچ چیزی نیست. در خونه طعام دیر شد مثلا، باید صبر کرد. یگام برای شخص روزه کشنده یگام چیزی نیست. اگر چیزی هم پیدا نکرد، فقط نیت روزش کشیدن رو کرد، روزش کشیده شده است. اما کسی که برای افطار چیزی نیافت چی کند؟ کسی که برای کشیدن روزه برای افطار چیزی نیافت چیکار کنه؟ اگر شخص روزه‌دار در افطار چیزی پیدا نکرد، با دل قصد و نیت افطار کردن را نماید، با مجرد نشستن آفتاب روزش کشیده شده است، برایش اگه مشکلی نیست. آیا شنیدن اذان بعد از خوراک خوردن تا اذان تمام شود جایز است؟ یعنی که هنگامی که انسان اذان رو میشنود، خوراک خوردن شروع می تا به اتمام رسوندن اذان. ما گفتیم در اول که اذان این شرطی روزشکاری نیست، نشستن آفتاب است. اذان گفته شد یا گفته نشد، انسان روزش رو چیکار می‌نماید؟ میکشاید. اما سوال نوبتی که آیا هنگامی که اذان گفته شد، انسان باید تا به اتمام رسیدن اذان رو باید منتظر بایستد؟ اذان که تمام شد پس روزش رو بکشه که پس بخورد؟ نه، این اشکال ندارد. بلکه هنگامی که اذان گفته شد یا که گفته نشد، انسان
انسان روزه‌اش را میشکند واسه برنشستن آفتاب و دوم هنگامی که اذان گفته شد انسان منتظر نشود که کی اذان به اتمام میابد، منتظر میشد مردم بعد سپس روزه میکشند. این هم اساس ندارد، بلکه روزه رو میکشی و طعامات رو میخوری. بلکه این فعلی که مردم اذان گفته میشد مردم دیگر میایستند منتظر میشن تا از بیت رسانی اذان سپس روزه میکشند، این برخلاف سنت پیامبر صلی الله علیه و آله است. چون پیامبر ما رو بر وقت افطار بر وقت افطار کردن امر کرد. پس هدایت پیامبر در طعام افطار چگونه بود؟ رسول الله صلی الله علیه و آله پیش از آن که از برای نماز بربخیزند یک چند دانه از خرمای تر رطب میگویند افطار میکرد. در روایت ابی داود است. اول افطار میکرد سپس برای نماز برمیخواست. پس سنت پیامبر در نوع افطار چگونه است؟ مستحب است که شخص روزدار اول با خرمای تر افطار کند، اگر نباشد با خرمای خشک، اگر اینو هم پیدا نکرد با آب، اگر اینو هم پیدا نکرد بعد از این به هر چیزی که میتونه روزش رو بکشاید. بعضی از مردم با نمک خاص قرار میدهند، گفته اینو اساس ندارد. خرمای تر، خرمای خشک، سپس آب، سپس دیگه هر چیزی که انسان میتواند بکشاید. با نمک روزه رو میشکوی، برای دهان رو تلخ میکنی، ترش میکنی. از سلمان ابن عامر رضی الله عنه از رسول الله صلی الله علیه و سلم حدیثی روایت است: هنگامی که یکی از شما روزه باشد با خرما افطار کند، اگر خرما نیافت با آب، زیرا که گفتن که صلی الله علیه و سلم آب پاک کننده است. در روایت ابی داود دیگران. و سوال نباتی آیا کسی که بیرون از خانه است هنگامی که افطار نزدیک شده است، بیرون از خانه است، باید تیز به خانه‌اش از برای افطار کردن شتاب کند باز بگردد پیش از اذان مغرب؟ نه، حتمی نیست. و شتاب هم حتمی نیست تا او را به سوی هلاکت یا که یگام بیماری قرار ندهد، ضرر بر او نرسد. اگر هنگامی اذان به مسجد درآید میتواند آب بنوشد، نماز را ادا نماید و افطار را بعد از آن میخورد. آیا در وقت افطار دعا کردن مستحب است یا که جایز است؟ بله، در حدیث آمده است که ثلاث لا ترد دعوتهم، سه دعا هرگز رد کردن نمیشود. دعای امام عادل، دعای روزدار تا افطار کند، هنگام افطار استفاده برای این وقتا را دعا نمایید پیش از افطار، هنگام افطار، و دعای مظلوم همچنین. و روزدار هنگام افطار چی دعا کند؟ روزدار هنگام افطار چی دعا کند؟ از عبدالله ابن عمر رضی الله عنه از پیامبر الله صلی الله علیه و سلم روایت است: وقتی که افطار میکرد میگفت ذهب الظمأ وابتلعت العروق و ثبت الاجر ان شاء الله. این تشنگی رفت، رگها تر شدند و ثواب ثابت گشت ان شاء الله. روایت نسائی. پس این دعا را میکنی: ذهب الظمأ وابتلعت العروق و ثبت الاجر ان شاء الله. و حدیث دیگری که اللهم لك صمت و علی رزقك افطرت چگونه است؟ این حدیث را که دارالقطنی روایت کرده هستند، این حدیث ضعیف است. این حدیث را علمای حدیث بر ضعف بودن حکم کردند و حدیث اول که روایت نسائی است این صحیح تر است. اگر در نزد کسی افطار نماییم، در خانه کسی، چی گفتن ممکن است برای صاحب خانه کسی که ما رو افطار داد؟ از انس ابن مالک رضی الله عنه روایت که پیامبر صلی الله علیه و آله هنگام افطار کردن نزد مردم میگفت: افطر عندکم الصائمون، نزد شما روزداران افطار کردند. و اکل طعامکم الابرار، و نیکان طعام شما را خوردند. و تنزلت علیکم ملائکه، و ملائکه ها بر شما فرود آمدند و دعا کردند. این درمی روایت کردند و بیهقی همچنین. و ثواب کسی که روزدار رو افطار میدهد چگونه است؟ چی است؟ از زید بن خالد الجهنی رضی الله عنه روایت است که گفتند که قال رسول الله من افطر صائما كان له مثل اجوره من غیر ان ينقص من اجورهم شيئا. کسی که روزدار رو افطار بدهد برایش مثل ثواب اوست، بدون اینکه از ثواب او چیزی کم شود اجر پاداش میگیرد. و ترمذی و دیگران. پس حکم به تأخیر انداختن نماز مغرب تا پیش از درآمدن وقت عشا چی است؟ خفتن. بعضی از مردم شاید نماز مغرب رو تا نزدیکی خفتن به تأخیر بیاندازد، کمی به تأخیر اندازد. مثلا وقت روزه است، مثلا طعام تیار است، آن را میخورد و سپس نماز را میخواند. در این عمل باکی ندارد، اشکال ندارد، مادامی که اگر انسان با نماز جماعت مقید نباشد. در مسجد اگر نماز جماعت نیست، خود به خود نماز میخوانند، مثلا مسجد نیست، در این حالت برایشان امر واسع است، میتوانند طعام را بخورند، کمی خود را سیر نمایند، پس نماز را ادا نمایند. چون وقت نماز شام، وقت مغرب تا انمی شفق، همین سرخی که پس از نشستن آفتاب ناپدید میشد، تا همینجا وقت نماز شام انسان فرصت دارد که نماز را بگذارد. وقت نماز شام تا انمی هنگام است. اگر که نماز در مسجد باشد، جماعت باشد، یگام لقمه هم وقت طعام آماده باشد بخورد و کمی آرام بگیرد، سپس رفته نماز ادا نماید، ولی که از جماعت دیر نماند. اما اگر جماعت نباشد، مسجد نباشد، پس میتواند طعامش را بخورد و سپس
خسته نماز را ادا نماید. امر در این واسه است تا اینکه انسان هنگامی که نماز میگذارد فکر و اندیشه از اشتهایش در طعام نماند و ذهنش را این طعام بدزدد، از نماز دورش بسازد. برای همین اول طعام را بخورد، سپس به سوی نماز بشتابد. اگر جماعت باشد چیزی از طعام بخورد، کمش آرام بگیرد، سپس به سوی نماز بشتابد. بارک الله فیک. پس